به راحتی آب خوردن از دانشگاه اخراجت میکنن. هم رشته من سال قبل به دلیل یه اشتباه خیلی ساده و نیاوردن منبع برای نقل قولی از یک محقق دیگه در قسمتی از تحقیقاتش از دانشگاه جورجیا آمریکا اخراج شد. به همین راحتی، کاملا ناخواسته و ندونسته البته، ولی ندونستن دلیل کافی نبود برای اینکه اخراجش نکنن. این فقط یکی از پیامدهای آگاهی نداشتن در بحث ساینتیفیک اینتگریتی یا پایبندی به شیوه‌ها و استانداردهای حرفه‌ای علمی. به شدت مهمه، مخصوصا در کشورهای غربی، و انجام همچین اشتباهاتی ممکنه به دلیل عدم آگاهی باشه، ولی این بهانه اصلا قابل قبول نیست برای اینجا. بهتون پیشنهاد میکنم اگر دانشجوی مقاطع تحصیلات تکمیلی هستی و قصد ادامه تحصیل حتی در ایران، آمریکا و هر جایی از دنیا دارید، این موضوع رو باید جدی بگیرید. این تخلفات و جنبه‌های اخلاقی یک الزام هستن در علم و تاکید میکنم باید و حتما قبل از اینکه بخواید تحقیقاتتون رو شروع کنید باید اطلاعات داشته باشید در این مورد. به تازگی با پادکستی آشنا شدم به اسم هلسینکست که به همت اساتید و دانشجوهای عزیز دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده. چه نکات خوبی در این پادکست بهش اشاره میشه که من به عنوان یک دانشجو واقعا لذت میبرم. خیلی کمک کننده است. در مورد تخلفات علمی مثل سرقت ادبی، نحوه استفاده از هوش مصنوعی، استفاده درست از آنالیزهای آماری و یه سری نکات دیگه که توی هر اپیزود میان بحث میکنم. بهتون پیشنهاد میکنم این پادکست رو حتما گوش کنید. میتونید از کست باکس یا تلگرام به این پادکست دسترسی داشته باشید و پیج اینستاگرامشون هم این زیر تگ میکنم که از آپدیت ها اطلاعات داشته باشید. نکته دیگه این که به راحتی این موضوع رو ازش نگذرید، حتی اگه 10 سال دیگه مشخص بشه که شما تخلفی ازتون سر زده و حتی چندین سال ازش بگذره، برای شما پیامدهای خیلی بدی داره. پس این ویدیو رو برای همه دانشجوها بفرست و مطمئن باش که نیازشون میشه این موضوع. موفق باشید.